دگشت خوب و روشهلاتا نابین وزیر دربه امریکا رکس تیلرسون چندین پیام گهاندن ولاتین هرمه و جوانا سنوردار کرنا باندورا ایران او مای خود چندین ولاتان دکه. لعربستان سعودی رک تیلرسون لکمبونا هفکاری دجی تیروریزم یا نافبر عراق و عربستان سعودی آماده بو گود دوی چکدارین ایران جه عراق در کون. هل بدوی چکدارین ایران ینحال عراق و اوین شر دجی داعش کرین جه عراق در کون و بزورنا و بوالات خو. و ری بدن گل عراق دورین لبندست داعش وین آزاد کری کنترول بکن. امریکا نگران جباندورا ایران لیمن و سوریا و عراق و بتایبت پشتی هبونا دستکی درش دکردار لشکری اواته دا چکدارن حشد شعبی و لشکر عراق توایا دور ناکوکی لسر دنافبرا حولیر و بغدا کنترول کرین. تیلرسون دکمبونا بغدا دگل حیدر العبادی هاندانا دانستاندنان دنافبرا هر دو حوالین امریکا کر. ام نگرانین سر جدابرین دنافبرا حکومتا هریما کردستانی و حکومتا ناوندی دا مهوال بغدا هنه و هوال لهولیره هنه. ام هر دو آلیان هاند دین بودان استاندنال سر بنماین یک پارچه عراق و دستوری. عراقی رد کن چکدارین ایرانی دناف ولات واندا هبن لحکومت عراقی براوانی جناسنامه حشد شعبی دکه. أما الحشد الشعبي فهي جماعة مسلحة ضمن الدستور. حشد الشعبي كملكة تشكدارنا لجور دستوري وبيجري بقانون عراق دكو أو كرن ماين عراقين أو قرباني دان ودفي أم سخبيريا وان بكن أو هيفيا في ولاتينا. بده هان کومالین چکدارین شیعه العراق هنو پشتوانیا وانج ایران دیتا کرن. ریبر عصایب اهل الحق قیسل خزعلی بریا تویتر داخواج امریکا کرخو آماده بکت داج عراق در کود. روشا آلوز و تندو تیجین پشتی ریفراندوم سرخبون هرما کردستان گرجیا دنافبر حولیر و بغدا گهانده بلندترین است و کار به دستکی برای امریکا هجداری شر نافخوی العراق ددد. از نگرانم اگر عراقی بردام کردان بکنه آرمانج دشرک دی نافخویی پیدا بید او مپیدی پینیه تبی داخواز نفنتوی بول هف اینانا بغدا هولیره هر دو آلی هولین دانستاندنان ددن لی بو کردان پشتی جدازدانا دستکفتین مزن رنگ بخوای دانستاندنان گران تربت. خالد فتاح دنگ امریکا.